سلام، این شما و این هم مراحل خریدن کارت‌های لاتاری در ایتالیا. برای خریدن کارت لاتاری در ایتالیا شما باید اول از همه بالای 18 سالتون باشه و حتما باید کدیچه داشته باشید. کدیچه یعنی کد مالیاتی که به افراد بالای 18 سال تعلق میگیره. شما میتونید این کارتا رو از وندینگ ماشینا، از تاباکی‌ها و به صورت آنلاین خریداری کنید. این نوع بازی‌ها اعتیادآورن، پس حواستون باشه که در حد سرگرمی برای خودتون نگهش دارید. خب اینم از کارت ما که از وندینگ ماشین خریدیم. بعد از خراشیدن بخشایی که اسکرچر داره متوجه شدیم که ما برنده شدیم. اینم از کارت ما که ما این کارت رو 1 یورو خریده بودیم و 3 یورو بردیم. و معمولا هم خیلی وقتا پیش میاد که این کارتا پوش باشن، ولی خب خدا رو شکر ما این دفعه بردیم.